اینجا آلکازار شو روز سوم، تقریبا ساعت 9 شبه به وقت اینجا. هم آدم های علافی هم که اومدن آلکازار شو ببینن. اینجا هم که دارم میام، اینا هم آدم هایی هم که منتظرم به شروع بشه. این مرکز خریده، اینجا خیابونه. بای بای. اینا منتظرن. این تقریبا کوریدوریه که میخوان بیان برن تو. حالا تو هم حالا بعدا میدیم. اوکی. شیدنیه رایگان هم داریم، فانتای و الان منتظریم که شروع بشه. اینجا نشستن الان مردم، صندلی خالیه. بازم بالکنه. دارن رد میشن که هم سکیوریتی گارده اینجا. برای اینکه ویدیو کپی رایت نخوره من یه سری توضیحات خیلی اجمالی بدم. اینجا آلکازار شو، یه تیفانی شو هم هست یکم بعد از همین آلکازار شو که خب تقریبا مثل همینه، یکم با کلاس‌تر، جای نشستن و ایناش بهتره، شوهایی که اجرا میشه یکم با کلاس‌تر. این آلکازار شو با هم دیگه اشتباه نگیریمش. راستی آهنگم از لیلا فوور خوندن که اونم اومدن شوش رو اجرا کردن که حالا من فیلم اون رو نگرفتم، خواستم بگم که پرچم ایرانیان بالا هست. اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال هم سابسکرایب کنید که کلیپ و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی ممنون. Pleasant journey home. Don't forget to tell your friends and family about Alcazar Cabaret, and we hope to see you back with us again in the future. Au revoir.